یه اپ برین دانلود کنین، هم در سامسونگ کار میته هم در آیفون. وقتی شما یک جای عکس میگیرین عکستان خوبش میاد اما بک‌گراندش خوبش نیست یا بک‌گراندش خرد میاد، شما با یه اپ میتونین بک‌گراندش هم کلان بسازین، هم بک‌گراندش قشنگ بسازین. چند تا عکس براتون پیشنهاد میکنه، هر کدامش که دم دلتون بود انتخاب میکنین، بعد از او دانلود میکنین، هر جایی که دلتون شد ازش استفاده میکنین. یک سر در پیجم بزنین، یک دو تا ویدیو رو ببینین، خودتان فالو میکنین. حاجت نیست که ما براتون بگویم فالو کو، و خاطری که ما آموزش‌ها رو براتون دقیق یاد میتونم، وقتتان الکی ضایع نمیکنم. بیاین داخل گوشی که براتون نشان میتم. اپ هایپیک از اپ استور و پلی استور دانلود میکنین، بالاش کلیک میکنین، عکستان انتخاب میکنین، اینجا هم بالای ادجست میزنین، کراپ میزنین، آی اکسپلند میزنین. اینجا بر اندازه که دلتان خواست انتخاب کنین که کدام اندازه رو دوست دارین. من مثال دو رو انتخاب میکنم، بالای جنریت میزنم که عکسی ما بسازه. 20 ثانیه یا هم 30 ثانیه وقتتان میگیره تا عکستان آماده شد.